سلام و احترامات خود را اول از تمام برای بینندگان پیام افغان، تلویزیون پیام افغان تقدیم ندیم میکنم. من امروز بسیار خوشبخت هستم که برام وقت دادن که در این استودیوی پامیر همراه سوپر استارها مرا حسد دادن که همراهشان بخوانم. من اطلاع قربان سرتان شم که خودم از افغانستان بسیار دیر آمدیم. در افغانستان فارغ تحصیل کورس اکابر بودم و در مکتب بیبی خدای جان اثر گرفته بودم. حالا میخوایم یک خواندنک برتان کنم. نامی خواندنت کردک نانا اتر از کمپوزش امیر جان شرانداز کرده، اما می شیرایش خوری گلم برم تیار کرده. دیگه میخوایم برتان ببخشید اگه یک ذره غلطی بود برای بسیار ببخشید. قربان تاشم دیگه سازم نیست، بدون ساز کوش میکنم برتان خوب بخونم. الازم قلب خود ادو کردک نانا دو کردک نانا کشکو جان کاکا نمانش خوبکش است به خدا گلکش است نمانش خوبکش است به خدا گلکش است چپا راست کشکو درای راست کشکو درای راست نمانش خوبکش است به خدا گلکش است. ما تو جا ساز می‌کنیم دنگ دنگ دم دنگ دنگ دم دم ادو کردک حالو دو کردک حالو کشکو در یک پالو نمانش خوبکش است به خدا گلکش است نمانش خوبکش است به خدا گلکش است چپ راست کشکو درای راست چپ راست کشکو درای راست نمانش خوبکش است به خدا گلکش است. ادو کردک نانا دو کردک نانا کشش کو جان کاکا نمانش خوبکش است به خدا گلکش است. چپ راست چپ راست کشکو درای راست نمانش خوبکش است به خدا گلکش است. ادو کردک نانا دو کردک نانا کشش کو جان کاکا نمانش خوبکش است به خدا گلکش است دبانش خوبکش است به خدا گلکش است. چپ راست کشکو درای راست نمانش خوبکش است به خدا گلکش است. ادو کردک شالی دو کردک شالی بگرش نخوشحالی نمانش خوبکش است به خدا گلکش است نمانش خوبکش است به خدا گلکش است. چپ راست کشکو درای راست کشکو درای راست کشکو درای راست. اما که یک شده که برتون خانم خدا کنه که مورد پسندتون واقع شده باشه. قربان سرتان شم دیگه در دیگه پروگرام ها من میخوایم که بسیار خواندگاه خوبی برتان کنم. اولا میخواندن برتان کردم من فراموشم نمیکنم که دیگه این خورخوندگه که برادرهاییم که میخوانده که خوشم آمده که الا قربان سریاشم خصوصا دمو روز چندم بود یادم نیستم یکی از افغانای ما قربانشم نامش لا اله الا الله است یا چیست نمیفهمم چیز خواند پیمون آورید جنون آورید در بزم ایقه خوشم آمد که با مو خدا از من کده بسیار خوبش خواندن دیگه. منم خدا قدرت بتکم خواندن کنم دیگه. کلگی نام خدا هم یکی از افغانای ما بود که میخواند
نامش نمیفهمم او شامامت بود یا شایی نمیفهم. این مقبول خان قربان سرشم کوشش کو که خوبتر مقبول تر بخونه، اما یک چیزی که در اون من نخصیدم که وضع اقتصادی پای سیده بود، یک ذره باعث زاویه مختلف الساقین بیخی کج و پیچ میرفت. من که دیدم میشه ترسیدم خدا ناخواسته نفته، اما امکان داره که یک ذره اصابش خراب بده باشدم وقت پروانه نداره قربان چم. خواندنت کمش بود حال مخشید نگفته بود دیگه این حالی گپا اسود یا خواندن دیگه کی بود قربانشم مست خواند. الله کم یک دخترک که اونجا بود بر خواندن و گریه میکرد. خدا نگیره تا نام خدا قربان کل و نرمنده شوم. اگه از پیش من کدام چیز سو خطا رفته مرا بسیار بخشش کنین قربانتان شوم تا آینده دیگه.